منتخب فوتبال تاجیکستان بعد باخت سنگین و ننگین در بازی دوستانه از بلاروس رقابت نوبتی خیش را در سال 2025 دایر کرد. ملی پوشان مملکت در دایره بازی‌های دور اول گروه A مرحله مقدماتی جام آسیا 2027 با حریف نچندان پرقوت تیمور شرقی نیروسنجی کردند. این واخوری در ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه صورت گرفته. نوابسته از ریزش باران حضور هواداران فوتبال میهن در میدان دیده میشد. انتظار میرفت که در این بازی فوتبالبازان ما با دروازه حریف گل‌های بیشتر میزنند، اما چنین نشد. رقابت مذکور با غلبه مینیمالی شاگردان گیلا شکلاتزه ختم گردید. در دقیقه سوم دیدار حمایتگر تیم سپاهان و تیم ملی کشور وحدت حنانوف در یک فرصت مناسب توپ را وارد دروازه حریف نموده حساب را گشود. دیده می شود و فرصتی بهترین حساب شده شد. دوستان گرامی، در آغاز رقابت امروزه دقیقه سوم بازی و وحدت حنانوف گل اولین را در بازی امروزه به هدف میرساند. این نخستین گل همزمان برای ملی پوشان کشورمان در مرحله انتخاب. بازیگران ما در ادامه دیدار چندین فرصت‌های گلزنی را در نزدیکی دروازه حریف سازمان می‌دادند، ولی باز مشکلی همیشگی دیده می‌شد. کسی نیست که هجوم را به گل تبدیل دهد. متخصص گرجی سرمربی تیم ملی تاجیکستان گیلا شکلاتزه در قسم دوم یک چند تغییرات انجام داد. از جمله اساسیت ذخیروی امدانی کمالوف، نوریدین امراقولوف، منوچهر جلیلوف و مهربان کریموف به بازی وارد شدند. باید بگوییم که این تغییرات با نتیجه واخوری تاثیر نگذاشت، زیرا رقابت مذکور 1-0 به فایده منتخب تاجیکستان جمع بست گردید. قابل قید است که در بازی دیگر همین گروه تیم فیلیپین مقابل مالدیو غلبه به دست آورد. اما اکنون در دور دوم گروه A مرحله مقدماتی جام آسیا 2027 یکچین تاجیکستان با فیلیپین و مالدیو با تیمور شرقی سنه دهم ایون واخوری انجام می‌دهند. دوستان عزیز و ارجمند، با همین دقیقه‌های ایلوه کرده دوور هم خود بعد انجام واخوری منتخب‌های تاجیکستان و تیمور شرقی نشست مطبوعاتی بعد بازی دایر گردید. ابتدا سرمربی یکچین تیمور شرقی سیمون الیسیچ با سالهای نمایندگانی وسایل اخبار عامه پاسخ داد: از نتیجه رقابت امروزه خونه نیستم. ما مقصد داشتیم بازی هجومکار نشان دهیم. متاسفانه انهمان اشتباه در دقیقه‌های اول و یگانه گل تقدیر رقابت را حل و فصل کرد. ما در این بازی فرصت‌های خوب سازمان دادن نتوانستیم، ولی مقابل حریف بازی ما بد نبود. قسم زیادی هجوم‌های رقیب را برطرف کردیم، وگرنه حساب زیادتر میشد. مشکلی ها در حیات ما دیده می شود. در پیش ما رو 5 واخوری دیگر انتظار است. ما برای برطرف نمودن این خطاگی ها کار میکنیم تا در رقابت های آینده با نتیجه های قابل قبول دست یابیم. چون این ابراز داشت سرمربی منتخب تیمور شرقی. سپس در نشست مطبوعاتی بعد بازی سرمربی تیم ملی کشور گیلا شکلاتزه و بهترین بازیگر این واخوری وحدت حنانوف شرکت کردند. دو بازی اخیر نشان داد که منتخب تاجیکستان برای 90 دقیقه در میدان بازی کردن آماده نیست. اکثر بازیگران منتخب که لیگیونر هستند باید در باشگاه‌های خود برای در حیات اساسی قرار گرفتن تلاش نمایند، چون که حالت فیزیکی اکثر فوتبالبازان ما قابل قبول نیست. در رقابت امروزه دسته ما فرصت داشت تا با زدن 4 گل دست یابد، ولی از امکانات‌ها خوب استفاده کردن نتوانست. من باوری دارم تا بازی بعدی که مقابل فیلیپین دایر می شود مشکلی های موجوده را برطرف میکنیم. فدراسیون فوتبال تاجیکستان در نزد ستاد مربیان تیم ملی تاجیکستان وظیفه گذاشته است تا به قسم نهایی جام آسیا را خط بگیرد. برای رسیدن به این هدف ما تا آخر کوشش میکنیم، چنین قید کرد گیلا شکلاتزه. همزمان وحدت حنانوف اطراف این بازی ابراز نظر نمود: در این دیدار 3 امتیاز برای ما مهم بود که آن را صاحب شدیم. امکانیت ها برای گلزنی بسیار بود. ما از دستگیری مخلصان تیم ملی خیلی منت داریم. نوابسته از بارش باران به میدان آمده ما را دستگیری کردند. تمام قوای خود را در بازی های بعدی صرف میکنیم تا هواداران فوتبال کشور شاد باشند.